به نام خدا. با سلام. با نهمین قسمت از آموزش جفر 15 سطری در خدمت دوستداران این علم شریف هستیم. قبل از شروع باید صحبتی داشته باشم با عزیزانی که جزوات را خریداری کردند. در ابتدا روی صحبتم با آن دسته از عزیزانی است که انتظار دارند با چند ساعت مطالعه و خیلی سریع به پاسخ و مستحصله برسند. به این دوستان عرض میکنم که در ابتدا باید صبر داشته باشند و بارها این دو جزوه را مطالعه کنند و کاملا مفهوم مطالب گفته شده در این جزوات را درک کنند. و اگر مطلبی بود که برای این عزیزان ناشناخته و نامفهوم بود، به صورت خصوصی برای بنده با شماره تلگرام و سروش که ارائه شده ارسال کنند تا پاسخگوی مشکل آنها باشم. اما در موارد اساسی و رمز و رازهای این علم باید صبری بیشتری داشته باشند تا به مرور مثل باقی عزیزان ببینند که چقدر مطالب این علم ساده و توضیحات کتاب کامل و جامع و درست بوده است. فقط باید در درک مطالب بیشتر کوشا باشند. اما گروه دوم آن دسته از عزیزانی هستند که به راه حل رسیده و شیوه درست دریافت مستحصل را پی بردند و اکنون مشغول حل مثال هستند. به این دسته از عزیزان عرض میکنم که برای شروع هرگز سراغ حل مثالهای مشکل و سوالات سخت نروند که با بنبست خواهند خورد و حتی سعی در حل مثالهای کتاب و حل مثال بنده نکنند، چرا که هنوز این عزیزان نمیدانند که برای پیدا کردن مستحصله از کدام دایره، انسق یا احتم استفاده شده و ثانیاً مقیاس و تعداد شمارش و دور دادن حروف در این دوایر چه بوده است. هرچند نگارنده برای پاسخ خود توضیحاتی داده باشد، این موارد را مخفی نموده است. بهترین راه این است که در ابتدا سوال بسیار ساده‌ای بپرسید که جواب دقیق آن را می‌دانید و می‌دانید که غیر از این پاسخ دیگری وجود ندارد. مثلا همان مثالی که در اولین قسمت آموزش بیان کردیم که یا علیم نام رهبر ایران چیست و بعد به دنبال مستحصل گیری و پاسخ باشند. چون این سال انشاءالله محدودیت زمانی ندارد و فرصت کافی برای استخراج آن دارید، بهترین نمونه سوال است. بعد از اینکه موفق به حل این گونه مثال ها شدید و کاملا مسلط شدید، بروید سراغ مثال هایی که در پاسخ آنها بین دو گزینه مشکوک هستید و بعد بروید سراغ مثال هایی که کلا از پاسخ آن اطلاعی ندارید تا به این وسیله به بهترین صورت به پاسخ برسید. در غیر این صورت دچار مشکل و ناامیدی خواهید شد. بنده نیز تا حد امکان کمک های لازم را به این عزیزان خواهم کرد. و اما آن دسته از بزرگوارانی که سالها با این علم شریف دست و پنجه نرم کردند و اکنون با این جزوات ظرف چند روز مشکلات و معضلات آنها حل شده و مثالهای مختلفی را حل کرده و برای بنده فرستادند. اولا بنده بسیار خرسندم که از زحمات و عمری که پای این علم شریف گذاشتید بالاخره به نتیجه رسیدید و حاصل این تلاشتان بیهوده نبوده و به منزل و مقصود رسیدید. ضمن عرض تشکر از محبت‌هایی که شما عزیزان به بنده دارید، عرض می‌کنم که این جانب لایق این همه تمجید و تشکر نیستم و این حاصل تلاش خود شما بوده است. اما گله‌ای نیز از این عزیزان دارم و آن این که اگر تعهد شرعی و وجدانی که قبل از خرید جزوات بنده از این عزیزان گرفتم به خاطر بیاورند، به من قول دادند که هرگز از این علم شریف در راه غیر شرعی استفاده نکنند و مخصوصا بنده با تجربیاتی که داشتم خواهش کردم که سراغ پیدا کردن دزد و دفینه و گمشده و شرط بندی نروند که راه خطاست و ته آن بنبست و یا بردن آبروی افرادی است که اگر خداوند خود بخواهد میتواند آنها را رسوا کند و با این کار شما ممکن است هرچند گناهکار باشند اما فرصت توبه و جبران را از دست بدهند. علاوه بر این علم هیچ وجهه قانونی و اعتبار استناد کردن ندارد که بشود به وسیله آن شخص گناهکاری را تحویل قانون داد و این برای خود شما مشکل ساز خواهد شد. از شما عزیزان خواهش دارم حالا که بعد از سالها تلاش به نتیجه رسیدید، این شوق و ذوق را هدر ندهید، به تعهد خود و رازداریتان پایبند باشید و در هر جایی و با هر شخصی و بدون نیت خیر به دنبال استخراج این گونه پاسخها نروید که علمتان به تباهی خواهد رفت و وقتی نتوانید پاسخ درست بگیرید کم کم این علم از کفتان گریزان می شود. و اما بعد فایل PDF را با نام کامل برای عزیزانی که جزوه را خریداری کردند به صورت خصوصی فرستادم که حاوی تمام جداول و دوایر و موارد مورد نیاز این عزیزان برای حل مثالها و رسیدن به مستحصله است. در مورد این فایل توضیحاتی میدن که امیدوارم با دقت کامل و هوشیاری مطلبی را که میخواهم بگویم را درک کنند تا سوالاتی که بیشتر عزیزان از بنده داشتند حل شود.
بالای هر صفحه شماره‌ای گذاشتم که مبنای صحبت ما همین شماره صفحه است. اولا آن دسته از دوستانی که سوال میکنند چرا گفته میشود بعد ابجدی و اجهزی بیشتر از 7 نباید باشد، چطور این ممکن است که هم در ابجد و هم در اجهز یک بعد داشته باشید؟ جدول شماره 1 جدول بعد ابجدی است و جدول شماره 2 جدول بعد اجهزی و حرفی که با رنگ قرمز مشخص شده حرف حاصل و اصلی ماست. حالا حروف مرتبط با حرف الف را در جدول شماره 1 با حروف مرتبط با حرف الف در جدول شماره 2 مقایسه کنید و از این مقایسه پاسخ این شبهه خود را به راحتی بگیرید تا متوجه بشوید که نگارنده چقدر دقیق و درست این مطلب را بیان کرده است. از جدول شماره 3 برای شرط نسبت دادن حرف حاصل به منصوب و حرف صفحه استفاده می شود که کاملا واضح و روشن است. جدول شماره 4 جهت سهولت محاسبات و تعدیل هاست. جدول شماره 5 تا 10 جهت آسان کردن و راحتی محاسبات شماست که قطعاً با آنها آشنا هستید و بسیار ساده است. جدول شماره 11 که بسیار مهم است و ایرادی در آن وجود ندارد و بسیاری از دوستان درخواست این جدول را داشتند، با تفکیک رنگ جهت پیدا کردن حروف مخصوص برای عزیزان گذاشتم. جدول شماره 12 برای عزیزانی است که می‌خواهند خود جدول شماره 11 را استخراج کنند. صفحات شماره 13 و 14 از مهمترین صفحات مورد نیاز است که عزیزان برای پیدا کردن مستحصله طبق توضیحات جزواتی که خریداری کرده‌اند به این دو صفحه نیاز خواهند داشت. و جدول شماره 15 راز اصلی و مهم اکتشاف است که کسانی که به پاسخ دست یافته‌اند و طبق توضیحات جزوات الان قدر و منزلت این جدول را درک می‌کنند و لزوم وجود آن را می‌فهمند. جداول شماره 16 و 17 طبق توضیحاتی که در بالای آن نوشته‌ام راهکاری است که برای گرفتن مستحصله اصلی و قطعی در جزوه ذکر شده و عزیزان خواستار توضیح آن بودند. با وجود این جداول که برای دوستان ارسال کردم، دیگر نیازی به هیچ جدول و دایره دیگری نخواهند داشت و کافی است که این جداول و راهکارها هنگام حل مثال در دسترس این عزیزان باشد. با تشکر، التباس صدا و خدا نگهدار.